بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این 8مین قسمت از پادکست رواصیه و من صادق یکتا میزبان شما هستم. در این پادکست ها ما در خدمت استاد عزیز آقای دکتر دولتی هستیم و تلاش میکنیم به صورت واقعی تر و نه انتزاعی به موضوعات دینی و اخلاقی در زندگی امروزمون بپردازیم. همونطور که در جریان هستید 3 قسمت از پادکست رواصی در فصل جدیدش منتشر شده و موضوع فصل جدید ما دنیای خوبه. قبلش این تذکر رو بدم که این پادکست در پادگیرهای مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس منتشر میشه و این گفتگو رو در کانال یوتیوب هم میتونید ببینید. خلاصه ای از 3 قسمت قبل عرض کنم خدمتتون. در قسمت اول به این پرداختیم که ما دنیای خودمون رو خودمون میسازیم، چه بهتر که با چشمانی باز این کار رو بکنیم و انتخابگر باشیم و به این دنیا با دقت نگاه بکنیم، خوشی ها و ناخوشی ها رو با هم و کنار هم ببینیم. در قسمت دوم به این موضوع پرداختیم که درآمد و دارایی و پول چه جایگاهی تو زندگی ما داره و آیا پول درآوردن خوبه، بده و چقدر باید براش زمان گذاشت، تایم گذاشت و دنبال چه نتیجه‌ای ازش باشیم. راجع به بحث روزی صحبت کردیم، نکات مهمی راجع به افزایش روزی گفته شد و بعد راجع به برکت نکاتی فرمودن. در قسمت سوم به این پرداختیم که در مورد انتخابمون در مسیر زندگی چه روشی رو باید داشته باشیم و دنبال چه مسیری باشیم، چه المان‌هایی رو در نظر بگیریم و در انتها هم راجع به جایگاه مشورت تو این انتخاب مسیر صحبت کردیم. در این قسمت هم در خدمت استاد عزیز آقای دکتر دولتی هستیم. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خواهش می‌کنم. لطف دارین. عرض سلام و ادب. خدا خیرتون بده. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. در خدمتتون هستم. بزرگواری. این جلسه چون قسمت آخر از این فصل گفتگوی ماست، من یک سوالی از ابتدای این فصل در ذهنم بوده که برای خودم خیلی مهمه و دوست دارم الان دیگه مطرحش کنم. جلسه پیش راجع به مسیر زندگی و انتخاب مسیر زندگی صحبت کردیم. یکی از المان‌های بسیار مهمی که تو زندگی ما هست و انتخاب‌هامون رو شکل میده، یعنی از روزهای اولی که ما شاید داریم انتخاب میکنیم این المان داره رو ما تأثیر میذاره، که من جنبه شوخیش رو میگم ولی همین در واقع مبدأ خود این المانه که هممون همیشه یا پدر بزرگی یا جدی داشتیم که یه زمین داشته که میتونسته بخره یا خریده و اگر نگه میداشت یا میخرید الان خیلی گرون شده بود، مثلا چند هزار میلیاردی شده بود و الان از دست ما رفته و حسرتش رو میخوریم. در واقع اون چیزی که تو این خاطره شوخی وار هست که البته شاید برای بعضیا خیلی جدی هم باشه، اینه که ما رو به سمتی میبرن که ترس از حسرت خوردن داریم. یعنی مدرسه، خانواده، شاید هر کسی که اطراف ماست همیشه یکی از حربه‌هاش برای اینکه ما یه انتخابی رو بکنیم اینه که اگه این کارو نکنی بعداً حسرت می‌خوری. و واقعاً هم حسرت چیز ترسناکیه. یعنی آدم میترسه از روزی که بخواد دوچار همچین اتفاقی بشه و حسرت بخوره، چون دیگه از دستش رفته. سوال اینه که ما چیکار کنیم تو زندگیمون که حسرت نخوریم؟ خیر انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جواب کوتاه بدم دیگه. هر کاری کنیم حسرت رو می‌خوریم. عرض کنم که ببینید من حسرت رو یه تقسیم بکنم. یه حسرت مال موقعی است که ما یه کاری رو کردیم، بعد از این که اون کارو کردیم نسبت به اون کاری که کردیم و اون مدلی که انجام دادیم حسرت می‌خوریم. مثلا میگم کار بدی کردیم، میتونستیم کار خوبی بکنیم، میگیم چه موقعیت رو از دست دادیم، چه کار بدی. یا مثلا فرض کنید شما یه متنی قرار بود بنویسید، میتونستید یه دقتی بکنید خطش و فلان، میگه اون موقع وقت داشتم و چرا این کار نکردم. یه حسرت اینجوریه. یه حسرت دیگه ای هست که به نظر من خیلی زیادم هست. حسرتی است که برخواسته از چشم چرانی من است به زندگی دیگران، از چشم چرانی من است به موقعیت هایی که اگه این بود این میشد. خدا رحمت کنه پدرم میگفتش که اگه رفتی یه نونوایی دیدی شلوغه، ما پیاده میرفتیم، نگو میرم نونوایی بعد همونجا وایسادی. که این توصیه خیلی چیزی نیست، یعنی بدیهی نیست، میخوام بگم حسو دارم من میگم. حالا بگو تو صف میخوام وایسم دیگه، یا مثلا نگاهی ترافیک آدم راهشو عوض میکنه باز اونم فلانه، بعدی که میگه ببین از اون راه میومدی اینطوری میشد. از این اگه ها تو زندگی ما خیلی زیاده، خیلی زیاده. اگه اون شغل رو میرفتی، اگه این خونه رو موقع خریده بودی، اگه اینجوری شده بود، اینا به هیچ دردی نمیخوره.
با اگه و شاید و هیچ نه ساختمون میشه ساخت، نه اصلا شما میتونید فرض کنید شما یه عمر دوباره بدن، منتها با همین به من عمر دوباره با همین شخصیت، خب بازم حسرت و بیشتر اتفاقا، چون سرک کشیدن من به زندگی دیگران معلومه بیشتر شده. لذا اصلا این حسرت به نظر من ارزش نداره و بیشتر به جایی که آدم به این فکر کنه که مثلا آیا مثلا اگه این کارو میکنم میشد، باید من برم رو خودم کار کنم که عوامل حسرت آفرین رو بین ببرم، اون عواملی که حیثی خونک به من میزنه که اگه این کارو میکردی این میشد. من فکر میکنم این جمله رو دوستان درش تأمل کنن لامحاله میپذیرن، چاره‌ای نداریم جز این که بپذیریم. دیدین بعضیای اشیاء قدیمی دارن، مثلا گرامافون داره مال اون زمان، رادیو این لامپیا داره مال اون زمان، بعد میگن بعد که خوشبارش، من یادم ما از این رادیو داشتیم لامپیا بزرگ دادیم سوپور برد، اون ببینیم چیکارش کنیم دیگه. یا شما مثلا یه میز دارید مثلا دیگه به درد نمیخوره صندلی، بعد میگن بابا این جز الان چیزای قدیمیه. یا مس قدیم خیلی داشتن، بعد مسا رو همجوری استفاده نمیکرد کسی، که مثلا کسی آفتاب مسی دستش نمیگیره، پدرش در مد پلاستیک اومده. خب من بخوام آفتاب مسی رو نگه دارم، نمیدونم اون میز رو نگه دارم، اون رادیو رو نگه دارم، اون تابلو رو نگه دارم، خب دیگه دنیا میشه انباری دیگه، برای اینکه حسرت نخورم. گاهی ما همین کارو میکنیم الان. به نظر من این قسمت رو اجازه بدین اصلا بهش توجه نکنیم، یعنی این قسمت من باید در خودم یه چاره‌ای بکنم، درسته؟ ولادم همیشه نسبت به چیزایی که داشته، فروخته، از دست داده، کنار گذاشته، داده گشتن سر کوچه آشغال، ممکنه همین اتفاق براش بیفته. یا به قول شما اون موقع این زمینا 2000 بود، حالا شده مثلا 5000 شده، 10 میلیون شده، دیگه چیکارش کنم؟ بله، اگر من مالی داشتم با اون مال رفتم دنبال خوشگذرانی خارج از قاعده، اگه حسرت بخورم حقمه. بله دیگه، چون بی ضابطه خرج کردم. اما اگه مالمو خرج کردم برای که زن و بچه‌م غذای مناسب بخورن، دیگه نباید حسرت بخورم. اگه مثلا لقمه رو مثلا 20% کوچیک می‌کردیم، برنج هم کمتر می‌خونیم، فلان میتونستیم مثلا 10 متر جا بگیریم، این به درد نمیخوره، چون اون قسمت زندگی که مهمتره. که من فکر میکنم که ما بیشتر متمرکز شیم رو اون حسرت هایی که از کاری که باید انجام میدادیم یا کاری که انجام دادیم ببینیم تو اون قسمت. توجه میکنید؟ من با یه جمله عرضمو تمام بکنم، بعد شما بفرمایید اگه من باید نکته بگم. آقا یکتا، حسرت در اینی که خیلی بده ولی زیبایی زندگی. آدم تو حسرت نخوره درست نمیکنه خودش. توجه میکنید؟ یعنی اونی که بی محابا پولاشو به باد فنا میده، تا حسرت نخوره نمیفهمه که حالا باید درست خرج کنه. حسرت خیلی چیز خوبیه دیگه، آدم پشیمان است، اشتباه کرده است، باید رویه‌شو عوض بکنه. ولی تو حسرت بشینه فقط مهتابو نگاه کنه، به درد نمیخوره. من راجع به حسرت تعبیری دارم، اونم اینه که چون دنیا به عقب بر نمیگرده، این خیلی ترسناکتر میکنه ماجرا رو. مثلا فرض کنید شما یه رتبه خوب کنکور آوردین، حالا مثلا بین 10 تا دانشگاه بین رشته‌های خوبش میتونید انتخاب کنین و حالا اگر انتخاب اشتباهی بکنین بعداً دیگه قابل برگشت نیست همچین اتفاقی. یا بعضی مثلا سرمایه‌گذاری‌های مالی یا اتفاقای از این دست خیلی پیچیده میکنه این ترس از حسرت خوردن ماجرا رو و ما نمیتونیم هیچ وقت برگردونیم به عقب. شما میگین حسرت‌ها درس آموزن، یعنی باعث میشن آدم در ادامه مثلا تصمیم بهتری بگیره. درسته، ولی من میگم بیشتر از اینکه درس آموز باشن غم انگیزن، چون اون اتفاق قبلی که دیگه تکرار نمیشه هیچ وقت. نه من گرفتم، حالا شما چه نقطه‌ای در نظر میکنید؟ من این نکته رو عرض کردم که ما از حسرت نمیتونیم فرار کنیم. خب خدای من چیکار کنم؟ من که کف دستمو که بو نکردم، من که نمیدونستم چی میشه. ببینید یه چیز بسیار زیبایی توی خلقت هست، یه اسم بسیار زیبایی هست از اسماء خدا که خدا جابره، خدا جباره، جبران کننده است. ببینید آقا یکتا،
از این بالاتر وجود داره کسی تمام زندگیشو در معصیت تباه کنه؟ نه، چون آخرت بی‌نهایتشو دست دیگه. خدا میگه بیا پیش خود من، همه چو باید درست میکنم. استغفروا ربکم انه کان غفارا. بیان به خدا بگین اون خرابکاری که انجام دادین، اون چیزایی که تو زندگیتون داره خراب، اونا رو همه رو خدا پاک کنه. استغفار یعنی پاک کنه، تمیز کنه، بشه مثل روز اول تولدت، بشه از کمپانی تازه میخوای بری بیرون. بعد ادامه آیه رو ببینید، استغفروا ربکم، بعد میفهمید انه کان غفارا. فکر نکن با استغفار تو تحریک میشه ببخشه، نه نه نه، از قبل اینطوری بود. بعد نه تنها میبخشه، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. تازه خدا یحب التوابین، تازه یه چیزی هم اضافه میده، تازه شرایط بهتر برات فراهم میکنه. این جابر بودن خدا دیوانه کننده است. دقت میکنید؟ اون ترسی که شما میگید کاملا درسته، اون حسرت خوردن کاملا درسته، اما وقتی آدم خدا رو داشته باشه، همه اون ترس و حسرتشو میره اونجا همه اون ترس و حسرتشو میره اونجا و به اصطلاح تخلیه میکنه خودشو و خدا براش، یا خدا اون رو یه آدم جدید میکنه. ببینید اینا انقدر تو آیات و روایات آمده که حد و حساب نداره. ببینید خدا رفته سراغ بنده‌ای که اسرفوا علی انفسهم، اسراف کرده بر خودش، رفته سراغ بنده‌ای که ظلموا انفسهم. اینا که اصلا به دلار و به شغل اینا ربط نداره، اصلا به همه حیثیت من، به انسانیت من، به حیات من، به دنیای من. یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. من وقت دارم یه دو سه بله بفهم. من چند جا اینو گفتم، حالا شاید افراد فکر کنن که فلانی با نویسنده این داستان انگار نسبتی داشته. این فیلم پینوکیو یا داستان پینوکیو خیلی چیز قشنگی، یعنی انقدر توش قسمت‌های قشنگ معرفتی داره. یه قسمتش اینه، ببینید اون جایی که پینوکیو در واقع اون عقلش رو، اون مهربانش اون میزنه کنار و با اون دوتا فریبنده میره توی شهر بازی ها که کیف کنه و فلان، اونجا وقت تبدیل میشه به یه موجود دیگه، به اصطلاح او رو دیگه میکنن یه خر، به اصطلاح ها تموم شد، هیچ کارش نمیشه کرد. اون فرشته مهربون میاد و نه تنها اونو برمیگردونه به حیثیت آدم چوبیش، بلکه عقل درش چیکار میکنه؟ فعال میکنه. این امام زمان علیه السلام. ببینید فکر نکنید من دارم خیلی ذهنی میگم، ببینید بلا تشبیه در یه لول پایین‌تر میشن پدر مادر همیشه دارن خرابکاری بچه‌ها رو جبران میکنن، همیشه باید برن مدرسه جواب بدن چرا درس نخونده، باید کارشو بکنه، کار همیشگی اوناست. درسته؟ من نمیخوام راه لاابالیگری رو باز کنم و نمیخوام بر حسرت مهر تایید بزنم، نه، ولی میخوام بگم من با او زندگی امیدوار کننده است. من بدون او به تعبیر شما ترس آوره، هر فرصتی از دست رفتنیه، ولی با او خدایا فرصتم از دست دادن، خدا کمکم. بعد خدا آدم برپا میکنه. خیلی عالی. من اگه بخوام همین مسیر گفتگو رو پیش ببرم، سوال بعدیم این میشه که شما میگین کنار خدا و کنار امام زمان علیه السلام بودن باعث میشه اون ترس از بین بره، ما دیگه اون نگرانی نداشته باشیم چون خدا جبران کننده است، امام زمان علیه السلام جبران کننده است و چیزی نیست که اون نتونه جبران کنه. حداقل گزارهای تاریخی هم به ما همین رو نشون میده که هر جایی که در واقع کسی به اونها پناه آورده و درخواستی داشته، اونها هیچ وقت دست رد به سینه کسی نزدن. اما بعضی وقتا من به خودم تشر میزنم، یعنی حس میکنم خودم یه کاری که باید انجام میدادم انجام ندادم. میدونید شاید مثلا شکل عامیانش این باشه که من حس میکنم مثلا خدا نگاهم نمیکنه به خاطر اون کاری که باید میکردم و نکردم، یا امام زمان حواسش به من نیست. این ترس از این که شاید اون نگاه همراه هم نباشه یا من کنار خدا نباشم، این ترس رو چجوری جبران کنم و چجوری از بین ببرمش؟ عرض کنم که من اینو با مستنداتشون الان نمیرسیم بگم، ولی فکر میکنم همین توصیه رو که بکنم دوستان همه متوجه میشن انشالله.
ببین ما چیزی که تو زندگی کم میذاریم و کم وقت میذاریم صحبت کردن با خداست، صحبت کردن با امام زمان علیه السلام. ببینید من میخوام بگم که چرا من میشینم هی فکر میکنم بررسی من کار به یه جای خاص و تنگنای برسه برم پیش خدا بگم نه، همین قسمته که شما احساس کنید یه پالسایی میاد نگرانی. مثلا امشب بگم خدایا خوب بود این پادکستی که ما ضبط کردیم، خدایا اگه جایش ایراد داشت به من بگو، من که تشخیص ندادم، یا صاحب زمان من به نور شما در واقع با شعورم و به نور شما دارم میرم جلو. ببینید من فکر نمی کنم کسی با خدا اینجور حرف بزنه خدا بی‌اعتنایی کنه، کسی که صادقانه ترسش رو ببره پیش خدا. چون ما روایت داریم، تو دعا داریم خدا یأمن الخائفون، اونایی که میترسن و خدا امان میده. اصلا یعنی چی؟ یعنی من میگم خدایا من میترسم، پناهی ندارم، خدا بگه به من چه؟ امیرالمومنین اسلام فکر کنم دعا از ایشونه، خدایا کی به تو پناه آورد که بهش پناه ندادی؟ فرعون خدا به موسی میگه موسی فرعون تو رو صدا زد، اگه منو صدا میزد من بهش پناه میدادم. داستان قوم یونس شاکی با خدا درگیره، خدا میگه بابا اینا مثلا میشه من تموم شد رفت، حالا آدم باید بخونه این قومی که عذاب سرشون داره میاد دیگه. خدا چجوری بگه من هستم؟ چجوری بگه ببین تو درست زندگی کن، صادق باش، از هیچ چی نترس؟ خب منتها ما یه چیزی تو زندگیمون اینو تشریفاتی عمل میکنیم. من میگم صحبت کردن با خدا اصلا تشریفاتی عملش نکنید. صبح ظهر بین روز هر وقت دلت گرفت باش حرف بزن، مثل رفیق با امام زمان علیه السلام درد دل کن. ما نه جمع کردیم دوست حاجت توپل گنده که اونجا در یک موقعیتی بزنیم به این تبر، نه اینطوری نیست. زندگی آدم باید خدا باشه، زندگی آدم باید امام زمان علیه السلام باشه. اصلا شما نگاه کنید ائمه چجوری زندگی میکردن. قرآن میگه این پیغمبر داره به خدا میگه خدایا من به درگاه تو فقیرم، خیرت من برسون. بعد راحت میگه گرسنه شده و دنبال یه قرص نون میگشت. چقدر این خدا عزیزه، چقدر مهربانیش پایینه در دسترسه، چقدر نازل کرده همه رحمتشو. لذا من فکر میکنم که ما این قسمت رو نداریم. اون نگرانی میاد رو نگرانی. ببخشید آسان زمان. ببینید من منتظر نباید باشم امام زمان که من نگاه میکنم، اون که همیشه من نگاه میکنه. ما وارد خونه بشم گفتگو کنم، او بیرون نمیکنه، نمیگه کجا کی اصل محال هم چیزی، بلکه اون منتظر. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. من میخوام که پله هایی که تا اینجا گذاشتیم و یک بار مرور کنم و بعد سوال آخرم رو بپرسم. ما از اینجا شروع کردیم که دنیای هر شخصی رو خودش میسازه و اون دنیایی ممدوحه که ما ازش استفاده کنیم، بهره ببریم، لذت ببریم. اون دنیایی بده که ما همش جمع کنیم و به فکر بهره برداری و استفاده ازش نباشیم. راجع به روزی و دارایی صحبت کردیم، راجع به اینکه خدا تضمین کرده روزی ما رو بده و ما باید عمل کنیم و فعالیت کنیم و خیلی نگاهمون به این نباشه که منتظر یه اتفاق خوب باشیم، بلکه اتفاقای خوب رقم خواهند خورد به شرطی که ما فعالیتی انجام داده باشیم. در قسمت بعدی به این پرداختیم که دنبال نشانه ها باشیم توی زندگیمون و مسیر رو دنبال بکنیم. نشانه ها از جانب خدا میان، این عالم صاحبی داره و ما صاحبی داریم و ما رو رها نکرده. الان هم که راجع به حسرت صحبت کردیم، راجع به اینکه اگه کنار خدا و امام زمان علیه السلام باشیم این حسرت از بین میره. ما کسی رو داریم که میتونه هر شرایطی برامون جبران کنه و ما نیازی نیستی که حسرت بخوریم و نگران حسرت خوردن باشیم. ولی من میخوام برای نکته آخر یه چیزی رو عرض بکنم. دنیا خیلی وقتها به کام ما نمیچرخه و تلخه. شاید شما هم تجربه کردین که قطعا کردید. این تلخی ها آدم ها رو اذیت میکنه، بعضا برای بعضی ها موندگار میشه، تبدیل به افسردگی میشه. شاید بعضی ها به نقطه‌ای میرسن که دیگه دوست نداشته باشن زنده باشن، شاید اقدامی در این راستا بکنن. اون وقتایی که دیگه واقعا تلخی به نهایت خودش میرسه یا موندگار میشه و عمیق میشه، راهکارتون برای اون لحظات چیه؟ اگر شما این سوالو از یه نفر میپرسیدین که علمی جواب بده، گفت قبل از اینکه به افسردگی برسه یا اگه افسرده شده، قبل از اینکه مثلا اقدام بدی بکنه بره پیش مشاور، بعد مشاورم جایگاهش اینه که حرفا رو با صبوری گوش کنه و خود گوش دادن اون حرفا و اینکه این حرف بزنه، خود این پروسه ها رو میشه بخش.
از من باز میگردم به همون عرض قبلی. اون چیزی که آرامش میده به من اینه که با خدا حرف بزنم و خدا با من حرف بزنه. ببینید مشاور اول خداست. من قرار نیست برم رو سن به گناهام اعتراف بکنم تا آرامش پیدا کنم. این کار غلطیه. خدا بندشو دوست داره، میگه چرا رفتی پیش دیگران آبرو تو بردی؟ بیا پیش خودم. حتی نمیگه بری پیش پیغمبران این کارو بکنی. من وقتی با او برم حرفمو بزنم، هر حرفی دارم. یه فیلمی بود آقای یکتا، نمیخوام اسم فیلم رو بگم که بعدم میگن تبلیغ کردن. این فیلم هایی بود که مثلا تلویزیون پخش کرده و معروف هم هست. یه صحنه رو نشون میده، یه نفر از صندلی بلند میشه کنار دریاست، داد میزنه. فکر کنم تو اینترنت هم باشه کلیپش، یه دقیقه خورده دادم. از ته دل با خدا چیز حرف میزنه، میگه خدای ازت شکایت دارم. خب چرا من شکایت خدا رو پیش خودش نبرم؟ انما اشکو بسی و حزنی الی الله. پیغمبر خدا سیونم کم آورده، میام پیش خودت داد میزنم، شکایت میکنم، گریه میکنم. این کارو آقای یکتا باید انجام داد. اینو گفتنی نیست. کسی که انجام بده اون وقت پاسخ سوال اونجا در میاد، تئوریکال نمیشه جلو رفت. از شیرین ترین تجربه های زندگی خلاص خدا رو ببخش ولی درگیر شدن با خدا و نامزمان علیه السلام. یعنی شما میگین تلخ ترین لحظه ها میشه تبدیل بشه به شیرین ترین لحظه ها، به شرطی که با او در واقع شروع کنی به گفتگو. و به این مثال خیلی داریم ما. به این بچه تو شرایطی که کم میاره دیگه، تمام قلدریاش دیگه میریزه، یه دفعه میگه مامان، مادر بغلش میکنه، آغوش مادر خودشو مچاله میکنه، دیگه هیچی نمیگه، انقدر آرامش پیدا میکنه میخوابه. درسته؟ اصلا داستان اصحاب کهف همینه که میرن در پناه خدا میگیرن میخوابن و آرامش مطلقه. خدا دروغ نمیگه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر کسی میخواد باشه توی این عالم، بزرگترین گناه کرده باشه، صادقانه پناه ببره، درست میشه و اون جبران میکنه به فضل و کرمش. خیلی ممنونم از لطف شما. من یک تذکری در انتهای بحث عرض کنم. یک دوره‌ای برگزار شد به نام دوره ارکان اخلاق و تربیت که درسی در اونجا ارائه شد با عنوان دنیای من فکر کنم خیلی از این گفتگوهای ما مشروحش و مفصلترش اونجا هست. شما نکات مهمی رو اونجا فرمودین، ما عناوینش رو شاید اینجا گفتگو کردیم که دوستان اگر لازم باشه میتونن اونجا مراجعه کنن و مفصلتر بحث رو پیگیری کنن. ممنونم از وقتی که گذاشتین. امیدوارم این فصل هم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. متشکرم از لطف محبتتون رو از دوستان عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.